تو گزاردن مجلس یکم عمومی سهامداران رحیمов Саттор Ғафурович اینا شناس شوین تعیین کرده شود. مراسم معرفی رهبر نوی جمعیت سهامی مرکز سودای تاجیکستان با پیشواز سردی سهامداران روبرو شد. سهامداران فروشگاه مرکزی دوشنبه که سالها باز با نام سوم معروف بود مخالف مالکیت دولت شدن فروشگاه نیستند، ولی آنها از مقامات طلب دارند که اول پول سهمیه هایشان را که نه کمتر از 10 میلیون دلار آمریکایی ارزش دارند برگردانند. ما میخواهیم که تو مبلغ سهامان رو پیشکش نکنند. ما تیار نیستیم که باها رو بدرون مانیم که درآمده اینجا خوجینی کنند. پول مویتیان من پول مرابط من گیرم اما خریدیم پول خانه شما با پلان اومد و شما بی خانه مونده چیکار میکنن؟ اما خرید 400 500 کس آدم بیکار مون شدن. ما همه نموده نالوگای دوست شدیم، همه نموده محکم کرد شدیم، همین قد جنگای نگاهی بین کردیم، همین قد کارا گذاردیم. امروز مهونه من همین خیلی خاری زور کردیم. 400 کس 500 کس کجا رو با گفته سهامداران فروشگاه تا زمانی از اعتبار ساقط شدن مؤسسه اجاره‌ای مرکزی سودا در اینجا 475 نفر به مقدار 10830 سهمیه داشتند. نمایندگان وزارت عدلیه تاجیکستان سهامداران فروشگاه را با حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه آشنا کردند که بر اساس آن فروشگاه از سال 1993 تا سال 2003 یعنی طول 10 سال غیر قانونی به مالکیت سهامی بدل شده است. یک هفته و شهادتنامه درباره قانونی‌گردانی ملک از 16 یونیو سال 2009 تحت رقم 4117 که به جمعیت سهامی شکل شده فروشگاه مرکزی داده شده است به اعتبار دانسته شود. سرمایه آیین ناموی مرکزی سودای تاجیکستان 2 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. مقامات میگویند تبدیل نام و مالک فروشگاه به معنای برهم خوردن یا از کار راندن تمام کارمندانش نیست و پول سهامداران نیز با قرار دادگاه برگردانده می شود. سهمیه های فروشگاه مرکزی در دست آدمان علاهیده ولی عمدتاً در دست خود کارمندان همین مؤسسه بودند. آنها میگویند به مذاکرات با مقامات و فروش سهمیه هایشان با نرخ‌های امروزه بازاری حاضرند. ما شخصا از دست بسیارش خریدگیم، نرخ قیمت کردیم من خریدگیم، برای که شخصی و یا بود و یا چه خیلی که خانه هم خیلی میفروشن، خانه از اون من باشد من چه خیلی خانه هم خیلی میفروشم که نرخی که خریداری من چیده که لازم باشد. من امروز گفتم که من وای پول دارم نه یک خانه خریدم نه هیچی، من چور سجاره خودم گفتم همین کتی شاید که صاحب کار میشن یک چیز میشن نگاه بین میکنم. فروشگاه بزرگ دوشنبه یا خود سوم سال 1960 همچون رمز پیشرفتی دوران شوروی بنیاد شد، اما در چند سال اخیر با روی کار آمدن مرکزهای بزرگ سودا در دوشنبه و بازارهای بزرگ مثل سخاوت، سلطانی کبیر و کاروان مفهوم فروشگاه بزرگ جای خود را به بازارهای بزرگ شرقی داد، ولی موقع استراتژی فروشگاه که در قلب پایتخت تاجیکستان است شاید اهمیتی بیشتر کسب کرده باشد.